سلام دوستان، با خواندن صفحات دیگه از کتاب 4 اثر از خانم فلورانس اسکاویلشین در خدمتتون هستم. صفحه 28 تا انتهای صفحه 32. بخش قانون عدم مقاومت. در برابر شریر مقاومت نکنید، مغلوب بدی نشوید، بدی را به نیکویی مغلوب سازید. در روی زمین چیزی نیست که بتواند در برابر کسی که هیچگاه مقاومت نمی کند بایستد. چینی ها می گویند که آب از آن رو نیرومندترین عنصر است که کاملا غیر مقاوم است. آب می تواند صخره را بشکافد و هرچه را که در برابرش قرار گیرد بروبد و از سر راه بردارد. عیسی مسیح گفت در برابر شریر مقاومت نکنید، زیرا می‌دانست شری وجود ندارد. شر زاییده خیالات نادرست آدمی است و حاصل اعتقاد به دو قدرت، خیر و شر، به جای اعتقاد به یک قدرت، خدا. این حکایت را همه شنیده ایم که آدم و حوا از مایا، درخت وهم یا دانش نیک و بد خوردند و به جای یک قدرت، خدا، دو قدرت دیدند، خیر و شر. از این رو شر قانونی است کاذب که انسان از طریق روح خفته برای خود آفریده است. روح خفته یعنی اینکه روح انسان با اعتقادات تبار، اعتقاد به گناه و بیماری و مرگ، به خوابی مصنوعی فرو رفته است و این خواب مصنوعی یعنی اندیشه نفسانی یا فانی. از این رو اوهام آدمی در امور او باز تابیدند. در یکی از فصلهای پیشین خواندیم که روح آدمی ذهن نیمه هوشیار او است و هر آنچه را که عمیقاً احساس کند، خواه نیک و خواه بد، به دست آن غلام نیکمین بر صحنه ظاهر می شود و تن و امور انسان هر تصویری را که در ذهن نیمه هوشیار او نقش شده باشد نمایان می سازند. انسان بیمار بیماری را تصویر کرده است و انسان فقیر تنگ دستی و انسان دولتمند ثروت را. مردم اغلب میپرسند پس چرا کودک شیرخوار که حتی به سنی نرسیده که بتواند مفهوم بیماری را دریابد، مرض را به سوی خود جذب میکند؟ پاسخ میدهم کودک نسبت به اندیشه‌های دیگران حساس و پذیراست و بیشتر اوقات ترس‌های والدینش را به نمایش در می‌آورد. روزگاری شنیدم استادی در ماورالطبیعه گفت اگر خود اداره ذهن نیمه هوشیارتان را به عهده نگیرید، کسی دیگر این کار را برایتان به انجام خواهد رساند. مادران از ترس اینکه مبادا بچه‌هایشان بیمار شوند، مدام حواسشان در پی بروز علائم بیماری‌ها است و با همین کار ناخواسته هرچه ناخوشی و بلا را به سوی فرزندانشان می‌کشانند. روزی دوستی از خانمی پرسید که آیا دختر کوچکش سرخک گرفته؟ خانم بیدرنگ پاسخ داد نه هنوز. مفهوم ضمنی این جواب این است که زن در انتظار بیماری است و از این رو زمینه را برای رویدادی فراهم می کند که نه برای خود می خواهد و نه برای کودکش. هرچند انسانی که در اندیشه درست تمرکز و استقرار یافته است و دعای خیرش بدرقه راه همه انسان‌ها است و از هیچ چیز نمی هراسد، نمی تواند زیر تأثیر یا نفوذ افکار منفی دیگران قرار بگیرد. او تنها می تواند اندیشه های نیکو را جذب کند، چون از خود او نیز جز اندیشه نیک بر نمی خیزد. مقاومت یعنی جهنم، چون انسان را به حال عذاب می افکند. یک بار استادی در ماورالطبیعه برای تسلط بر همه فوت و فنهای بازی زندگی دستورالعملی شگفت به من داد که عبارت بود از منتهی درجه عدم مقاومت و گفته‌اش را به این شکل ادا کرد که در زندگیم روزگاری بود که کودکان را غسل تعمید می دادم و البته کودکان اسامی بسیار داشتند.
اکنون دیگر کودکان را تعمیر نمی دهم، رویدادها را تعمیر می دهم. اما به همه رویدادها یک نام بیشتر نمی دهم. اگر آنچه پیش روی دارم شکست باشد، به نام پدر، پسر و روح القدس آن را موفقیت می نامم. در این نگرش قانون عظیم تبدیل را می بینیم که بر اصل عدم مقاومت مبتنی است. یعنی به یمن کلامی که آن استاد بر زبان می آورد، هر شکست به موفقیت بدل می شد. خانمی که به پول نیاز داشت و قانون معنوی وفور نعمت را نیز می دانست، مدام در روابط شغلی سر راه مردی قرار می گرفت که او را وامی داشت تا خود را فقیر احساس کند. مرد یک ریز از تنگدستی و کمبود حرف می زد و اندیشه های زن رفته رفته به رنگ افکار فقیرانه او در می آمد. به همین دلیل از این مرد خوشش نمی آمد و در دل ملامتش می کرد، چون او را مسبب شکست خود می دانست. زن می دانست که برای به نمایش درآوردن برکت و نعمت خود نخست باید احساس کند که آنچه را طلبیده پیشاپیش ستانده است. زیرا تا خود را توانگر احساس نکنی، توانگریت به منصه ظهور نمی رسد. ناگهان روزی به دلش افتاد که دارد در برابر این وضع مقاومت می کند و به جای دیدن یک قدرت دو قدرت می بیند. پس برای مرد برکت طلبید و نام این موقعیت را موفقیت گذاشت و تأکید کرد که چون جز خدا قدرت دیگری وجود ندارد، این مرد برای خیر و صلاح و ثروت من بر سر راهم قرار گرفته است. یعنی درست همان چیزی که خلاف آن به نظر می رسید. چندی نگذشت که از طریق همان مرد با زنی آشنا شد که برای انجام خدمتی چندین هزار دلار به او داد. مرد نیز به شهری دور رفت و به طرزی هماهنگ از زندگیش خارج شد. پیاپی این عبارت را تکرار کنید. هر انسانی حلقه‌ای است طلایی در زنجیر خیر و صلاح من. زیرا همه آدمیان تجلیات خدا هستند و در انتظارند که مجالی بیافرینم تا آنها در طرح الهی زندگیم خدمتی بکنند. برای دشمن خود برکت بطلبید تا او را خلع سلاح کنید. از این طریق مهمات او را از چنگش می ربایید و تیرهای او را به برکات بدل می کنید. این قانون هم در مورد افراد صادق است، هم در مورد ملت ها. برای یکایک افراد ملتی برکت بطلبید تا قدرت آزار رسانیدن را از آنها سلب کنید. آدمی از طریق فهم معنویت میتواند آرمان درست عدم مقاومت را دریابد. شاگردانم اغلب میگویند من نمیتوانم حصیر زیر پا باشم. پاسخ میدهم اگر عدم مقاومت را با خردمندی به کار گیرید، احدی نمیتواند شما را پایمال کند. مثلا روزی بی‌صبرانه در انتظار تماس تلفنی مهمی بودم، با این استدلال که هر مکالمه تلفنی ممکن است همزمان با تلفنی باشد که در انتظارش بودم. هر بار که کسی از بیرون تلفن می‌کرد، مقاومت به خرج می‌دادم و خود نیز به کسی تلفن نمی‌کردم. به جای آنکه بگویم آرمان‌های الهی هرگز با هم تلاقی نمی‌کنند و تماس تلفنی من به موقع خود انجام خواهد گرفت، و به جای اینکه کارم را به دست خرد لایتناهی بسپارم تا خود ترتیب کار را بدهد، خودم شروع کردم به اداره امور. یعنی جنگ را از آن خود دانستم، نه از آن خدا، و عصبی و مضطرب بر جای نشستم. 1 ساعتی تلفن زنگ نزد تا اینکه چشمم به گوشی تلفن افتاد و دیدم که تمام آن مدت سر جایش نبوده و تلفن قطع شده است. با اضطراب و دلهره و اعتقادم به تداخل سبب انقطاع کامل تلفن شده بودم. به محض اینکه دریافتم چه بلایی بر سرم آوردم، شروع کردم به
تبرک وضعیت و آن را موفقیت خواندم و تأکید کردم که محال است تماسی را که حق الهی من است از دست بدهم، زیرا در حمایت رحمتم نه در لوای قانون. دوستی به نزدیکترین تلفن شتافت تا به شرکت تلفن خبر دهد که خط را وصل کنند. وارد یک خاربار فروشی شلوغ شد، اما صاحب مغازه مشتریهایش را دست به سر کرد و خود انجام این کار را به عهده گرفت. تلفنم بیدرنگ وصل شد و پس از 2 دقیقه تلفنی بسیار مهم و تقریباً پس از 1 ساعت تلفنی که منتظرش بودم به من شد. به محض آرام شدن دریا، کشتی‌های انسان از راه می‌رسند. مادام که آدمی در برابر وضعیتی مقاومت کند، آن را به سوی خود خواهد کشید. اگر بکوشد از وضعی بگریزد، همواره آن وضع را به همراه خواهد داشت و به هر کجا که برود، آن وضع دنبال او خواهد بود.